شنیدید میگن فلانی مثلا یه دختری هست ازدواج نکرده، سنش خیلی بالا رفته، بعد میرن بررسی میکنن میبینن بختش چیه؟ بسته شده. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان یه بخشی رو آورده تو باب 3 از ملحقات مفاتیح، اومده گفته آقا هر موقع که کسی خواست بستگی رو باز بکنه و گرهی رو باز بکنه، این کار رو انجام بدید، کمتر از 1 ماه بعد یه خواستگار خیلی خوب برای دختر پیدا میشه. و اون هم آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا، این آیه اول و آیه بعدیش هم باید ادامهش رو بنویسه. ما از روش‌های کفار استفاده نمی‌کنیم، ما با روش‌های جنگیری مخالفیم، ما با روش‌هایی که با شیاطین ارتباط داره مخالفیم، ما از قرآن بهره میبریم و استفاده میکنیم. سوره مبارکه اذا جاء نصر الله و الفتح رو اونم بنویسه به صورت طلسم، یعنی سوره نصر رو وقتی میخوای بنویسی که گره گشایی بکنه، ببینید سوره اذا جاء نصر الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله میاد اینجا، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، که یه مربع تشکیل میشه. در واقع حرف اول اسم اون فرد رو بنویسید این وسط، هم خیلی مؤثره برای طلسم. اگر که بختش بسته باشن باز میشه، اگر شغلش بسته باشن، چون هر کاری میره شروع میکنه وسط کار رها میشه، یعنی کار ادامه پیدا نمیکنه. این رو شما وقتی که طلسم سوره نصر رو براش مینویسید خیلی راحت مشکلش حل میشه و گرهش باز میشه. این نوشته باید همیشه همراهش باشه، یعنی انشاءالله خداوند وقتی بخواد کسی رو کمک بکنه، مشکلش رو حل بکنه، فقط خدا میتونه این کار رو انجام بده.